радиои муҳоҷир. Телефон барои тамос 8965 151 0410. حریم هوایی بین تاجیکستان و روسیه بسته شد از 20 مرد. 7 پروازهای مخصوص تشکیل کرده شد برای از فرودگاه‌های شهر مسکو برآوردن شهروندان تاجیکستان. من از فرودگاه دامادیدوو 5 پرواز بود، فرودگاه ژوکوفسکی از شهروندان را برآوردیم، از فرودگاه ونوکو شهروندان را برآوردیم. 28 نفر در زون ترانزیتی فرودگاه شریمت یافتند، 32 نفر بودند. اونا هم همه رایگان مثلا از فرودگاه شریمت به وطن برگردانده شدند. در فرودگاه ژوکوفسکی بودند شهروندانی که بلیط‌های شرکت اورال داشتند، در ونوکو بلیط‌های شرکت یوتر داشتند. همه‌شون از جانب هواپیماهای شرکت سامانه تاجیکی برآورده داشتند. البته در اینجا شهروندان ماندن که همون روز 40 نفر از شرکت هواپیمای اورال در فرودگاه ژوکوفسکی ماندن، اونا نال جا نرسیدن، 200 تا زیاد بودن. در اونجا 181 نفر هواپیما گرفت. بعد از این حریم هوایی بسته شد و تعدادی شخصانی که شهروندانی که مثلا در مانده بودن تقریبا 40-50 نفر بود. بعدا وقتی که این پروازها گرفته شد، مردم معلومات اومد روی پروازهای دیگر هم میشود و مردم باز با فرودگاه دامادیدوو جمع شدن و تقریبا دو روز پیش 110 نفر البته بودن در معلومات هایی که 150 نفر یکی 110 نفر شهروندانی که در اونجا جمع شدن. در بین اون نفرایی بودن که بلیط داشتن، بلیط شرکت اورال و یوتر و دیگر با ما شهروندانی هم بودن که نداشتن چیپتن، یعنی که با امیدی پرواز کردن اومدن. لیکن وضعیت فوق‌العاده است. ما پیشکی گفتیم که پروازها به نقشه گرفته شدگی نیستن و در صورتی که پروازها که شد ما رسمی اطلاع میدیم، لیکن تا اطلاع رسمی درباره مثلا پرواز نباشد فقط باید به منبع‌های رسمی باید تکیه کرد. یعنی منبع‌های رسمی را باید اینا گوش کنن، بینن، خوانن، نه اینکه آوازه‌هایی که یا پیدا میشود. نماینده‌های ما بود در جا گفتن که پروازها نمیشوند از دیگر، چرا که حریم هوایی بین روسیه و تاجیکستان بسته شده است. یعنی شرایطی واضح تشکیل کردن پروازها نیست، در چرا که وضعیت به شما معلوم است که روز از روز متشنج شده است. تعدادی شهروندان مردمی که گرفتار همین سرایت همین ویروس شدن زیاد شده رفته است. برای پیشگیری از همین اپیدمی از پاندمی از پنهان شدن همین ویروس تمام پروازها بین دولت‌ها بسته شدند. یعنی که یک وضعیت بسیار مشکل وزین به عمل آمده است که ناممکن کرده است پروازها را از شهرهای دیگر روسیه. ما چند بار خواهش کردیم، گفتیم که در صورت معتدل شدن بعض پروازها برقرار میشن و شهروندان میتونن با وطن برگردن. اون نفرانی که امشب از فرودگاه دامادیدوو برآورده شدند این حال در کجا قرار دارندگان معلوماتی هست؟ بعضیشون در شهر مسکو در همراه شناساشون و جایی که هستن در اونجا هستن. قریب 40 نفر که معلومات ما من ولایت کالوگا برده شدن که در اونجا در یک شهروندان ما که صاحبکاران تاجیکی در زندگی میکنن در اونجا کمک کردن، اون را موقتا در همونجا جای کردن. و یک چیزی هم قید کردم ممکن که در همون روزهایی که یعنی مردم در فرودگاه ها بودن، یعنی با کوردیناسیون سفارت صاحبکاران تاجیک که در مقیم شهر مسکو یا که صاحبکاران روس، اونا کمک‌های زیاد، کمک‌های غذا و دیگر با مردم رسانده شدن و در همین وضعیت که هست الان در فرودگاه مردم نیست، چرا که فرودگاه ها بسته شدند و ما با نماینده های دیاسپورا های تاجیک، صاحبکاران تاجیک مراجعه کرده شدند که کسی که تواند همه شهروندانی که در همین شرایط هستند کمک
کمک کرده شد. ما حالا یک کوشش میکنیم یک همین کمک ها یک کردیمت شوند با مردمی که در شرایط گرفتار شدن با دستگیری بگیم که ساعدکاران دستگیری با هموطنان ما به اونا کمک رسانیم. این کوشش‌ها رو ما به خرج می‌دیم، لیکن در هر صورت شهروندان ما در فدراسیون روسیه کم نیستند و ما با حکومت روسیه در این مسئله مراجعه کردیم که اون شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در اونجا شهروندان ما زندگی میکنند مثلا اونا با اونا کمک کرده شود یا اینکه از کار وقتی که بیکار میشوند در یک مدتی معین در دوره گزارش به اونا کمک کرده شود که اونا توانند 3 هفته دیگر در اینجا باشند تا وقتی که وضعیت معتدل میشد و پروازها پیدا میشد. و من با هم شهروندان تاجیک هم که در اینجا هستم مراجعه میکنم که من حکومت روسیه برای تمدید کردن پتنت و با رجیستراسیون و دیگر اجازات دادگیان و از این وضعیت استفاده بردن در کار شود که راه ها بسته است. از اون طرف هم موجود مهنتی اومدن نمیتوانند و کارخانه ها دیر یا بر وقت در یک مدت معین باید کار کنند و اقتصاد روسیه به همون قوای کاری نیاز دارند و من فکر میکنم که بهتر از اون که اگر همیشه شرایط ها شد مثلا در همین جمالند تا وضعیت معتدل شدن. معلومات درباره اینکه کدام شهروندی تاجیک گرفتار کردن ما انقدر معلومات نداریم. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410